ورکشاپ امروز ما خوش آمدین. ورکشاپ امروز ما درباره اسکم یا فریبکاری است که چگونه ما اسکم یا فریبکاری را شناسایی کنیم و همچنین ازش اجتناب یا دوری کنیم و یا راههایی را که در اینجا بر ما گفته شده او را تعقیب کنیم تا از اسکم و یا فریبکاری و فریبکارا در امان باشیم. اهداف ورکشاپ امروزی ما است که چگونه یک اسکم یا فریبکاری چی از اینترنتی باشه، چی از طریق کسی که میایه امروی شما گپ میزنه، صحبت میکنه در پشت خانه تان، چگونه این نفرها را ما شناسایی کنیم و همچنین چگونه از یا دوری کنیم و در اخیری که شما چی فکر میکنین اگر یک اسکم براتون میایه یا اسکم میشین، چی راهکارهایی را باید در پیش روی بگیرین یا چی کارهایی را انجام بدین که یعنی از این اسکمرها و یا فریبکارا دوری کنین و همچنین چگونه بفهمین که شما را کسی اسکم کرده یا با شما داره فریبکاری میکنه. و شناسایی اسکمرها چگونه میشه؟ از طریق طبعا تلفن هایی که برای شما میایه، ایمیل هایی که برای شما میایه، تکس مسیج های میایه و همچنین ممکن است بعض از اشخاص در پشت دروازه تانم بیایه که او هم ممکن است اسکم باشه و شما نفهمین. این حالا یکم راجع بهش بیشتر صحبت خواد کرده. وقتی کسایی که در پشت خانه تان میایه همیشه میگن که ما از این یک کمپانی هستیم، اینی کار ماست، ما میخوایم این قدر پول بر ما بدی یا یک چیز از شما میخواه که بر شما مشکوک میایه. میفهمین که در امریکا هیچگاه کس پشت دروازه کس نمیایه که ما از این تو یک جای هستیم، این قدر پول اگه بتین ما اینی کار برات میکنیم. هیچگاه کار امکان نداره. پس همیشه وقت شخص پشت خانه تان به خاطر جواب سوال میایه یا پرسیدن میایه، همیشه آیدیش ببینین، اسنادش ببینین، چیزایی که در پیشش از ببینین که آیا از امی شخص که از امی دفتر که آمده یا او کدام دفتر هسته که از راستی از حقیقی است یا کدام اسکم هسته که میخواه شما را پولتان بگیره و اسکم کنه. و این کار بسیاری و خطرناک هم میباشه که در پشت خانه که البته کمتر دیده میشه و در پشت خانه هم بسیاری وقت میرن اما زیادتر وقت نمیرن از ترس خود که مردم حالا شناخته و این نفرها را مشناسه و ممکن است که پلیس زنگ بزنه. از این خاطر شما باید الرت یا هشدار یا محتاط از این هم باشین که ممکن است یک شخص پشت دروازه تانم بیایه از شما معلوماتتان بخواه، از شما بخواه که برش پول بدین، در صورت که از شما پول میگیره و در مقابل از او پول برای شما کدام سرویس یا خدمات را انجام میده یا کدام جنس را میده یا مفروشه. شما باید محتاط باشین و از این اشخاص دوری کنین. یک مثال که من میخوایم براتون بدم، بسیاری وقت بعض نفرهایی را که میبینین در پشت بعض مغازه ها مال استاد است یا در سرکا استاد است و شما را استاد میکنه، میگه من به پول نیاز دارم، اینی تلفونم است یا اینی ساعت طلا در دستم است یا زنجیر طلا است، امیر بگی من فعلا به پول نیاز دارم و من مقابلش پول بده. که کل از یا اسکم است، همچین چیزی وجود نداره. اونا چیزای فیک یا تقلبی در پیششان است که اصلا ارزش هیچ چیز نداره و سر شما به حساب پول مفروشه و شما پول هنگفت هم میتین. وقتی که میگیرین و جنس یا چیزی را که خریداری کردین همش فیک و تقلبی بودن. از او خاطر متوجه از این چیزها و افراد باشین. و چگونه شما میتونین که از اسکم یا فریبکارا جلوگیری کنین یا از یا دور باشین؟ تکست که براتون میایه مشکوکش میباشین، لینک که براتون روان میشه یا چیزایی که از شما خواسته میشه که دکمه را فشار بده یا ای که اینی کار برای ما انجام بده، این قدر جوایز براتون در نظر گرفته شده یا جوایز میدین، از این چیزا دوری کنین. جنگ ریپورتش کنین یا بلاکش کنین. تلفونایی که میایه جواب ندین. وقتی میبینین که اسکم است، اگر جواب هم میدین میبینین که اسکم است و میبینین که مشکوک است، بلاکش کنین. و یا ای که
اگر از طریق بانکتان آیارس اینا پیش میره میتونین به بانکتان خودتان زنگ بزنین، معلومات دقیق ضرورت داشتین معلومات بگیرین. اما به این قسم آدما اصلا چی نکنین، اعتبار نکنین. و دفتر آیارس سوشل سکیوریتی هیچگاه از طریق میتو میل و از طریق چیزای مشکوک از همراه شما پیش نمیره. اونا از خود بسیار طریقه رسمی میل داره که بر شما ممکن است میل رایی کنن در صورت که شما چیز بخواین. سو از او خاطر باز هم اگر چیز را دریافت میکنین، میل را دریافت میکنین که راجع بهش سوال داشتین، کمپانی که راجع بهش سوال داشتین و نمشناختین، شما میتونین در اینترنت رو ریسرچ کنین، نامش ببینین که آیا همین مردم درباره از این چی گفته، ریویوش ببینین. بعض وقت جوایز میگه در نظر گرفته شده برای شما جوایز میتیم اگر روی از این لینک یا دکمه را فشار بدین. این چیزا را مواظب باشین و هیچگاه معلومات کارتتانه، معلومات اکاونت بانکی تانه همراه هیچ کس شیر نکنین و در اختیار کسی قرار ندین. و همیشه وقتی که شما فریبکاری و یا اسکمرا را چگونه باید avoid کنین یا چگونه ازشان اجتناب و دوری کنین، بهترین طریقش که سه طریقه را که بر ما در اینجا گفته شده. اول که باید اصلا استاپ، یعنی جواب ندین یا چی نکنینشه به زنگایی که برتان میکنه، ایمیلایی که میکنه و تکس مسیج هایی که رسیو میکنین برشان جواب ندین، اصلا ایگنورشان کنین. و همچنین مرحله دوم که باید شما از فکر خود کار بگیرین، فکر کنین که آیا ما به می کمپانی یا به می شخصی که برام مسیج میکنه یا ایمیل میکنه یا زنگ میزنه، آیا کدام وقت به تماس بودیم، آیا از این چیز ما خواستیم یا کدام سرویس را ما از این ریکوست کردیم نکردیم، پس چرا این زنگ ما به دست آوردم یا چرا ایمیل به دست آوردم یا این زنگ ما دارم رسیو میکنم. شما باید از فکر خود کار بگیرین و همچنین قدم بعدی که خود محافظت کنین و هیچگاه فریب از این اشخاص نخورین. و همیشه باید محتاط بودن از طرف خود آدم است. شما محتاط باشین. قسمی که میبینین یک مثال است، یک ایمیل است که این شخص چی کده به دست آورده و در بالام نشسته که بسیار ایمیل ضروری است و در خود بادی ایمیل هم براتان گفته که یک پیمنت یا پرداخت داره که شما باید انجام بدین و این یک بانک اکاونت نو و جدیده دی شما چی کنین، پرداخت انجام بدین تا دلیوری شما یا تا خدمات یا سرویس که شما میخواین به وقتش انجام شوه. و گفتم جوابتان داده نمیتونم تمام روز، اما شما وی کار انجام بدین برای من، یعنی به زودترین فرصت. و قسمی که میبینین ایمیل آدرسشه، نامش، ایمیل آدرسشه و در آخرش .com.au شما باید خودتان فکر کنین که یک شخص چطور برای کسی ایمیل میکنه و در ایمیل از او میخواه که شما یک پرداخت بکنین یا یک مقدار پول را روان کنین. هیچگاه تو شخص در امریکا نیست که از شما پول تقاضا کنه و شما باید همیشه کسی که از شما پول یا معلومات محرم و شخصی تانه تقاضا میکنه بفهمین که شخص اعتباری نیست. و این مثال دومش که بعض وقت در بعض وبسایت ها میرین، در گوگل میرین، بعض وبسایت ها را سرچ میکنین، بعض جایا میرین و یک دمی مسیج براتون میایه که تلفن شما را ویروس زده و بالای از این لینک یا از این دکمه فشار بدین تا این ویروس از بین ببرین یا این مشکل حل کنین. بسیاری وقت کسایی که مخصوصا محصولات اپل یوز نمیکنن، محصولات خود مایکروسافت یار استفاده میکنن، این چیزها را زیادتر شاید تجربهش داشته باشن که از این ملاوی گپا برشان بیشتر میایه یا تکس مسیج ها میایه یا از این مسیج ها میگیرن. پس وقتی که شما بالای همچین لینک یا دکمه فشار میدین، بسیار محتاط باشین که شما را در بسیار جایایی میبره که از او طریق
او شخص های فریبکار یا اسکمرها میتونن معلومات شما را به بسیار آسانی به دست بیارن و حساب ایمیلتان داخل شون، معلومات از طریق ایمیلتان، از طریق بانک اکاونتتان و از بسیار طریقه هایی که خود از اونا بلد هستن و از یک سیستم میتونن که هک کنن و یک سیستم معلومات شخصی یک شخص به دست بیارن، به دست میارن. سو از او خاطر بالای همچین چیزا، بالای همچین وبسایت های هرگز نرین و بالای همچین لینک ها اصلا کلیک نکنین. و هیچگاه پول به یک کس، به یک ارگانیزیشن یا شخص یا کسی را که نمیشناسین هیچگاه پول خود رایی نکنین. درست است؟ و یا پول خود از طریق بانکی به افراد ناشناس رایی نکنین، به خاطر هیچگاه پولتان بعد نخواد آوردین از طریق بانکی، از طریق وستر یونین یا از هر طریقه که از شما خواسته که برش پول رایی کنین. و همچنین بعض چک های بانکی در پیش خانه تان خواهد آمد که اینقدر پول شما برنده شدین میتونین که چک پولش بگیرین. هیچگاه او چک هایی که اعتباری نباشه و میبینین که کدام رابطه شما ندارین با این چک چطور برای شما آمده. در امریکا شما خودتان میفهمین که هیچ چیز به صورت مجانی و رایگان نیست. پس به یک نفر که در خانه شیشته و یک چک پیش دروازش میه که اینقدر پول ما برات رایی کردیم یا واجد شرایطش هستی یا بردی قدر پول به دست آوردی، هیچگاه او چک در بانک اکاونتتان یا از طریق گناه میخواه چی نکنین، در بانک اکاونتتان نندازین که از او طریق بانک اکاونتتان تمام معلومات و تمام چیزها را به دست میارن از طریق همی چکایی که براتان رایی میشه. و همچنین بعض وقت میگه که به حساب مسای خیریه بعضی چیزا را دونیت کنین یا به حساب یک مقدار پول را که بعض مسای خیریه از شما میخواه. البته در بعض جایایی که ما میریم خرید میکنیم مثل CVS و والگرین و بعض استورای دیگه است که روزانه ما از اوجه خرید میکنیم. در آخر از شما میخواه که آیا به می مؤسسه خیریه، هر مؤسسه که باشه، شما میخواین که یک مقدار پول که چند سنت میشه یا بعض وقت $1 میشه شما میخواین که چی کنین؟ دونیت کنین. در صورت که شما خواسته باشین طریقه سیف است یا طریقه مطمئن است میتونین که بگوین اما ای که از طریق تکست برای شما بیایه و از طریق ایمیل بیایه که بینی مؤسسه خیریه اینقدر پول میشه که اهدا کنین، این کاملا همش فریبکاری و اسکمر هسته و هیچگاه بالای از اینا اعتماد نکنین. یا از طریق لاتری، خدمات لاتری هم رایتان پیش بره یا لاتری های کسایی که لاتری بازی میکنن به حساب لاتری در ممالک خارجی یا و بسیار خطر زیاد داره. خطر از این که غیر قانونی باشه، خطر از این که در پشت از این لاتری ها و در پشت از این پولا یا خدمات مردمایی باشه که مردمای بد باشن و مردمایی باشن که خودشان غیر قانونی هستن و در سیستم امریکا یا در دولت امریکا این اشخاص نفرای قانونی و خطرناک گفته شده. از این خاطر هیچگاه در همچین چیزا، در همچین موارد حصه نگیرین و همیشه دوری کنین از همچین موارده که اینجا برای شما یادآور شدیم. و همچنین شما میتونین که معلومات مالی خود چی کنین؟ محافظت کنین خودتان و بسیار طریقه آسانش همیشه مثلا راه آسان پسوردایتان که وقتش سپری میشه یا یک وقت معین داره. پسوردهای بانک اکاونتتان یا از کارتتان یا هر اکاونتی که شما ممکن است داشته باشین میتونین او را چینج کنین، بعد از یک مدت او را تغییر بدین و پسوردهای را انتخاب کنین که پسوردهای مغلق باشه که فقط بر شما معنی بده. با یک کسی که فریبکار و اسکمر باشه به او اصلا پسوردهای شما را نتونه به زودی بفهمه یا به او معنی بده. بسیاری کسا و اشخاص هستن که پسوردهای را استفاده میکنن که بسیار ساده و آسان است، یا یک تاریخ تولد خودش است یا از طفلش است و یا یک دوسته و همین گپا را زیادتر مردم استفاده میکنن که میگم در یاد ما باشه. اما شما میتونین پسوردهای مغلق تر استفاده کنین، طولانی تر باشه و پسوردهای باشه که هم در یادتان باشه
و شما طبعا طریقایش هم میفهمین که چگونه یک پسورد در یادتان بانه. و همچنین این پسورد را با هیچ شخص نباید در اشتراک بگذارین و با هیچ کس نباید شریک بسازین و همیشه پسوردهایتان تغییر داده برین تا یک اسکمر یا فریبکار نتانه که به حساب کارت شما، بانک اکانت شما، ایمیل شما دسترسی پیدا کنه. و در امریکا چیزی که بسیار زیاد خوبش به نظر برسه، بسیار زیاد منطقی به نظر برسه، بسیار یعنی گل گلزار باشه، همیشه باید بفهمین که او چیز، او سرویس یا او یک چیزی که بر شما پیشنهاد شده او دروغ هسته. به خاطر که اینجا یک سیستم داره و سیستمش دقیق هسته، مخصوصا به کسایی که از دی سیستم هستن و از سیستم، هر سیستمی که باشه استفاده میکنن، سیستم خود داره. هیچگاه بر شما وعده های بیجا توسط سیستم نمیشه که اینی کار انجام بده، قبول برات میدیم یا اینی جایزه را برنده شدی، دینی قرعه کشی نامت برآمد، هیچگاهی کارا نمیشه. سو از او خاطر همچین چیزایی را که شما میبینین شما باید بفهمین که کلش یک فریبکاری است و یک اسکم است و هیچ جای حقیقت نداره. وعده های بزرگ با منافع های بزرگ، قسمه که در این سلاید برای ما شما گفته شده، همیشه بسیار فریبکاری های بزرگ پشت سر از او است، بسیار دسیسه های بزرگ است. پس شما باید ایره بفهمین و هیچگاه دقیقه همچین چیزا نشین و وقتتان مصرف نکنین به همچین چیزا. و ما یک مثلث فراد یا فریبکاری داریم که یعنی کسایی که فریبکار هستند، کسایی که میخواین فریب بدن مردم تا معلوماتشان، پولشان دزدی کنن و به دست بیارن، این مثلث از اونا هستن. و این مثلث هسته که شما میتونین استفاده کنین که امی اسکمرای و فریبکارا را از اینا دور باشین و اجتناب کنین. حتی اگر یک پای از این مثلث، یک پای مثلث هم شما بردارین، دیگه این مثلث نیست که کارآمد باشه. یک پای از این که او طرف شوه، یک یعنی شاخه از ایرام، یک حصه از ایرام که شما بفهمین و از این دوری کنین، دیگه این مثلث فلج میشه و کار نمیکنه. پس قسمه که میبینین در بالای مثلث، اولین چیزی که بر ما گفته شده دی رشنالایزیشن یا ای چیزی هسته که به حساب رشنالایزیشن به حساب از اینه که بر شما یک کار را، یک اسکم یا یک فریبکاری را بسیار منطقی جلوه دادن. یعنی یک کار را که انجام میتین بسیار یک کار منطقی است، کار نیست که دور از تصور باشه، کار بسیار منطقی و خوب است، شما باید انجامش بدین. و شاخه دومش هم میبینین در حساب زرد که پرشر گفته شده و یا فشار که بالای اشخاص وارد میشه از طریق ازمی اسکمرا که اگه این کار نکنی اینی کار میشه یا اینی کار باید در ظرف اینق وقت انجام بدی. و بخش سومش که بخش سبز است، opportunity و یا فرصت هایی که یا در طلبش هستن یا منتظر و فرصت ها هستن. شما اگر یک بخش از زیر که رشنالایزیشن یا ای که برای شما احساس از زیر دادن که کار منطقی است یا منطقی سازی، شما ایره از بین ببرین، این فشار و چیزی که فرصت که هست هیچ اصلا به درد نمیخوره. پس این سه پایه همون مثلث است که شما اگر یک بخشش هم بفهمین، شما اجتناب میکنین از این تو اشخاص، از این تو گروه و هیچگاه نزدیکی تو اشخاص نمیشین و نمیرین. از این خاطر همیشه باید اولین چیزی که ما کار کرده را که بکنیم، پیش از اینکه به کس زنگ بزنیم، پیش از اینکه کار کنیم، باید از مغز خود کار بگیریم و شناسایی کنیم همچین افراد، همچین متدهای را که بر ما ممکن است وعده های بسیار خوب و وعده های بسیار وعده های منافع و پول و گپا را بر ما میته و در بدل از او از ما معلومات ما را میخواه. پس ما باید خودمون فکر کنیم که همچون اشخاص و دفترها قابل اعتماد ما نیست. و چی باید انجام بدین؟ در صورت فکر میکنین شاید که شما اسکم شده باشین یا
توسط می فریبکارها اسکم شده باشین یا فریب همچین اشخاص خورده باشین. در صورتی که فکر میکنین به حساب بانک اکاونت و کارتتان اینا خواستن که با شما به تماس شون، همیشه میتونین که بانک اکاونت خود به بانکتان زنگ بزنین، به کمپانی کردیت کارتتان زنگ بزنین و از اونا کمک بخواین که همچین کار همراه ما شده یا یک شخص از ما پول خواسته یا ما معلومات خودش شریک کردیم یا معلومات ما دزدی شده یا کارت ما گم شده، پس به زودترین فرصت با بانکتان به تماس شوین و مشکل همراه از اونا در جریان بگذارین. و همچنین کسایی که بانکداری آنلاین دارن، مانه همتان بانک دارین، ما مطمئن هستم، و همگی از طریق تلفن خود یا لپتاپ خود دسترسی به بانک خود دارن. پس یک سیستم در بانک هسته که الرتس یا هشدارها را شما چی میکنین؟ ستاپ میکنین، هشدار زیر آن میکنین که همیشه اگه هشدار بیایه کس دیگه از بانک اکاونتتان استفاده کنه، از کارتتان استفاده کنه یا بخواه پول بکشه، برای شما هشدار میایه. هشدار که آمد شما باز میتونین که مستقیم همراه خود بانک به تماس شوین. و همچنین معلومات سیستم مالی خود همیشه اپدیت کنین و در تغییر همیشه باشه یا پسوردهای بسیار خوب بدین تا نتونن با آسانی به حساب اکانت های مالی شما، اینا اکانت های مالی شما را هک کنه یا دسترسی به آسانی پیدا کنه. و همچنین اگر فکر میکنین که شما دزدی شده از کردیت کارتتان یا شما یکی از امی قربانی های امی اسکم و فریبکاری هستین، شما میتونین دین اینجا برین و ریپورت خود نوشته کنین و ببینین که ریپورتتان به کی میره و چی تصمیم در رابطه با ریپورت شما گرفته میشه. و همچنین دوباره کسایی که کردیت کارت داره و طبعا کردیت بیوروها و یا بیوروی کردیتی که از کسی بیوروست، شما میتونین که هشدار همراه از اونا چی کنین؟ هشدار آن کنین که همیشه در صورتی که کسی بخواه معلومات مالی شما را از شما بگیره و یا دزدی کنه، برای شما هشدار بیاد تا شما بتونین از این کار از او جلوگیری کنین. و خلاصه ورکشاپ امروز ما که شما همیشه در جستجوی ازی باشین که اموی هشدارا و بعض نشانه های اسکم چی است و چطور از او بتانین که جلوگیری کنین. درست است. و همچنین معلومات خود با هیچ کس شریک نسازین، با هیچ کس که معلومات محرم خود شریک بسازین. و همچنین هیچگاه پول اگر شخص از شما میخواه که نمیشناسینش، فامیلتان نیست، دوستتان نیست، بالایش اعتماد ندارین، هیچگاه از هیچ طریقه برش پول روان نکنین. و همچنین خودتان محافظت کنین از اسکمرها، چون ما وقت از مغز خود کار بگیریم، خود ما در مورد کارهایی که کردیم میفهمیم که در کجا اکاونت داریم، چی چیزا در کدام اکاونت ها رفتیم، چی اوردر دادیم، اکاونت های بانکی ما یا اکاونت کردیت کارت ما چیا است. پس از این خاطر در مورد خود ما از همگی کده بیشتر، از اسکمر کده بیشتر، از کسای دیگه کده بیشتر خود ما میفهمیم. پس بهتر است که خود ما دست به کار شویم و خود از این اشخاص در امان نگاه داریم. و همچنین وقتی که فکر میکنین که اسکم شدین یا اکاونتتان هک شده، به زودترین فرصت اکاونت هایتان زنگ بزنین تا فریز شوه. اکاونت هایتان وقت فریز شوه، اسکمرها یا کسایی که اکاونتتان هک کرده به خاطر پول نمیتونن که از اکاونتتان پیسه بگیرن. از او خاطر به زودترین فرصت ایره اطلاع بتین با مو بانکتان یا با مو هر جایی که شما ازش کارت و اینا دارین. و اگر مطمئن نیستین، مثلا یک مسیج یا زنگ رسیو میکنین، دوارش تحقیقات کنین، دوارش به دوستتان نشان بدین، کسی که از شما تجربهش بیشتر باشه، کسی که اینجا زیادتر زندگی کرده باشه، ازش مشوره بخواین که بهترین راه شما می است. همین چیزایی که در اینجا البته نوشته است. دیگه ای بود ورکشاپ امروزی ما درباره فریبکاری و یا اسکم. خدا کنه که از این یک چیزی یاد گرفته باشین. بخیر تا ورکشاپ بعدی. خداحافظتون.